صلی الله علیه وسلم مشهور بداره که از آب زمزم که در دنیا هست بیشترین آب و بیشترین آب هم آب کوثر مخلصانه بگردانه. الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی باشه. و بار بار هم این نکته رو گفتم، میگه این انجمن و این چراغ و این منبر و این موظفین نباید به حیات کسی رسیده باشه. شما برادران همه برادران موظفین، همه از خودیم، همه الله سبحانه و تعالی از همه ما و شما بپذیره. از دیروز تا به امروز گفته شده که در همین هفته تو میزنن، در همین هفته این مجده واسه نشه که یک وقتی خدای نخواسته خطیب ارزدن، خطیب فردی از افراد بود، خدا بیامرزه، الله آخرتی خوب کنه، مسجد ما باید این چراغ خاموش نشه، باید منبر ما خاموش نشه، باید بالاخره حرکت ما خاموش نشه، مسجد ما خاموش نشه، مدرسه ما خاموش نشه. 18 سال قبل وقتی موظفین این جگاه بود، تمام هرات وقتی می آمد چیکار